بگذار همین ماه شما به نوروز گذرد. و سبحان الله چه خیلی گفتم عید نوروز را در تاجیکستان همچون فرض برای مردم کردند و مشکلی در این است که اکثریت مردم خود به این راضی هستند. دخترکان حجابدار در رقص، بچه‌کای با نماز در رقص و در مارشروفکا، خاله هایی که سن سالشان از 70 بالا هست، کرته اطلس و دایره به دست. اما این ماه گناه نیست. کی میدوند که شاید ماه دیگر من و شما نباشیم؟ کی میدوند تا همین آخری ماه شاید من و شما نباشیم؟ چه بسا کسایی بودند که سال گذشته در رمضان بودند این رمضان نیستند. چه نفرانی بودند که در اول رمضان هستند و به آخری رمضان عمر برای آنها وفا نمی کند. پروردگار خودش میداند که عمر ما تا کجا هست. بیایید قدر این روزها که یک روزش برابر یگان سال شده نمیتواند. یعنی روزهای رمضان را تمام علما اتفاق هستند که وقتی تو یک روز روزه‌ات رو خوردی تمام سال روزه گیری هم این ثواب را به دست آورده نمیتوانی. ماه رمضان ماه مخصوص عبادت است. این روزها روزهایی هست که در دیگر روزهای سال پیدا کرده نمیتوانید. یک روز خوردید، نوشیدید، رقصیدید، اما بیخبر هستید که شما چقدر برکت را از دست دادید. چقدر برکت این ماه را از دست میدهیم با یک روزه آلوده شدن به گناه. چی می شود بگویم من روزدار هستم، این سال من آلوده نمی شوم، من به کوچه نمی برایم، من اصلا تماما شریک نیستم به این همه اسرافکاری و گناه که اصلا به دین و به اعتقاد من رابطه ندارد. و از حسن بصری روایت است که میگویند پروردگار برای شمایان ماه رمضان را ماه مسابقه برای عملهای خیر کرد. در این ماه بنده ها برای کارهای خیر و ثواب انجام دادن مسابقه میکنند. گروه در این مسابقه غالب می آیند و آنها از نجات یافتگانند و گروه باشد می بازند، مغلوب می شوند و آنها از نفران زیانکارند. و عجیب است به نفرانی که در خندیدن و بازیدنند در حالی که یک گروه با همین ما تماما از اهل نجات می شوند، یک گروه تماما از اهل خسران یا از اهل نفرانی که زیان دیدگانند. یعنی تو به چی مشغول هستی وقت مردم در این ماه با عبادت ها دارد به قله های بلند بندگی می رسد، دعاهایش اجابت می شود، برای سال آینده یک ساله تغییرات حیاتش را به دست می آورد، رضاگی پروردگارش را به دست می آورد. تو چرا به خنده و به بازی و به دیگر کارها مشغول هستی؟ عزیزان این ماه را یعنی ماه رمضان را روزی که داشتید، شبهای عبادتی که به خاطر الله انجام داده، تشنگی و گرسنگی نباید به خاطر یک روزه نوروز و دو روزه نوروز برای رضاگی بنده های الله، برای رضا کردن نفس لوامه خود تماما همش را برملا کنید و ثواب ها همش از بین رود.